دانستنی‌های جالب پارت 5. اختاپوس‌ها 3 تا قلب دارن. بیشتر از 200 جسد از کوهنوردا روی کوه اورست وجود داره. اون جسدا رو پایین نمیارن چون هم پایین آوردنشون سخته، هم به مسیریابی کوهنوردای دیگه کمک میکنن. بدن انسان بین ساعت 3 تا 4 صبح در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره. به همین خاطر اکثر کسایی که توی خواب میمیرن توی این ساعت‌ها مردن. توی روسیه یک مجسمه به شکل موش وجود داره. علت ساخت این مجسمه قدردانی کردن از موشای آزمایشگاهی و کمکی که به پیشرفت علم کردن. خوردن نوشیدنی‌های داغ در طولانی مدت باعث سرطان مری میشه. خفاش‌ها تنها پستاندارانی هستند که میتونن پرواز کنن. به گفته دانشمندا کسایی که هوش بالایی دارن خوابای عجیب‌تری میبینن. خواب حلزون‌ها ممکنه تا 3 سال طول بکشه. کوتاه‌ترین جنگ دنیا بین کشور انگلیس و کشور آفریقایی زنگبار اتفاق افتاده. این جنگ فقط 40 دقیقه طول کشیده.